به احتمال زیاد همتون این شاهکار رو یه بار دیدین. رضا جان، آقا رضا. اما کاملش رو دیدین؟ رئیس جان، شام شده، بچه ها بگویه شاماده. اون رضا کو؟ بیدارشون به شاماده. شما دونه سرد میشه. بیاشون بیاد، بچه بیم شاماده را. رضا جان، آقا رضا. این مقابل بودشون. رضا جان، مقابل کجا بودشون؟ آقا رضا. آقا رضا. آقا رضا. رضا جان، آقا رضا. رضا. حالا این زیاد مهم نیست، مهم اینه که این شاهکار رو تا حالا بازی کردین. این بازی داخل 4 حالت که میبینید ساخته شده و 4 شخصیت داره. آقای هاشمیه. من آقای هاشمیشو بازی نکردم چون فوش میداد. بازی خیلی ساده است. باید این خطی که داره رو به عقب برمیگرده رو با زدن رو به جلو ببرید و داخل همین محوطه‌ای که با 2 تا خط مشکی پر شده نگه دارید. خب این که آسون بود. حالا توی سطح شیطانی قاعدتا باید سخت‌تر بشه. واسه همین اون 2 تا خط مشکی به هم نزدیکتر میشن تا که بازیشون رو سخت‌تر کنن. این بار میخوام براتون شخصیت ماتریکس رو بیارم که همون اندروتیته. به خاطر کپی رایت مجبورم که آهنگشو قطع کنم. شاید با خودتون بگید که این علامت سوال چیه؟ این علامت سوال هم یه شخصیتی به نام ریکه که باز داشت کپی رایت داشت. فکر کنم برای کپی رایت و اینا من باز قطعش کردم. بیایید فعلا از یه شاهکار دیگه لذت ببریم. سارا تو یه حسودی، سارا تو یه حسودی، تو از یه فرشته تبدیل به هرزه شدی. فقط توی چند ماه اینطوری شدی. عزیزم این بهایی بود که باید پرداخت میکردی. عزیزم تو دیگه توی تایملاین من جایی نداری. تو هیچ وقت از گوه خوری دست بر نمیداری. چون سارا تو یه حسودی به توجه هایی که به من میشه. عزیزم تو یه حسودی به دخترایی که کنار منن. سارا تو یه حسودی عزیزم خودت میدونی بی فایدن. من شنلم تو